حضانت فرزند در چه سنی بر عهده کیست؟ سلام، غلام حسین خلیفه هستم، وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی شما عزیزان. مطابق قانون تا سن 7 سالگی حضانت فرزند بر عهده مادر می باشد. البته اولویت حضانت، منظور اینه که اگر که تا سن 7 سالگی مادر شرایط مناسب برای نگهداری فرزند رو نداشته باشه و این نداشتن شرایط از سمت دادگاه احراز بشه، حضانت رو از مادر حتی تا 7 سالگی میگیرن. و اما بعد از 7 سال در صورت وجود اختلاف، دادگاه هست که مشخص میکنه که فرزند پیش کی باشه و معیار فقط مصلحت فرزند هست، نه شرایط پدر و مادر. مثلا اگر دادگاه تشخیص داد که پیش پدر باشه، حالا پدر میگه من شرایط ندارم، تمایل ندارم، یا حالا هر چیز دیگه ای، امر دادگاه هست. چرا؟ چون حضانت فرزند هم حق هست و هم تکلیف. و اما در خصوص زمانی که پدر و مادر فوت شدن، قانون میگه حضانت بر عهده جد پدری هست، همون ولی قهری. ایشون مکلف هست که مسئولیت حضانت رو عهده‌دار بشه. بعد از بلوغ شرعی خود شخص بالغ هست که تصمیم میگیره پیش کدوم یکی از پدر یا مادر زندگی بکنه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. از طریق کامنت با من در ارتباط باشید. لایک فراموش نشه. برای دوستان خودتون ارسال بکنید. متشکرم.